یه روایتی رو در کافی شریف دیدم، خیلی روایت قشنگیه که امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی یعلم ما یرید العبد اذا دعا. خدای تبارک و تعالی میدونه بنده ای که داره دعا میکنه چی میخواد. اون وقتی که بنده اومده در خونش برای دعا، میدونه چی میخواد. ولکنه یحب ان تبث الیه الحوائج، اما خدا دوست داره که خواسته ها در درگاه اون شرح داده بشه، دونه دونه گفته بشه. فاذا دعوت فسم حاجتک، پس وقتی که رفتی در خونه خدا برای دعا، نام بیار، اسم بیار از خواسته ها. اینو میخوام، اونو میخوام، اصلا اسم بیار، کلی نگو، شرح بده. این که خداوند میفهمد یحب ان تبث الیه الحوائج، این دوست داشتن خدا به معنای نشون دادن یک نیاز العیاذ بالله در وجود خدا که نیست. خدا که غنیه، خدا که هیچ نیازی به ما و کارهای ما نداره. این که خدا دوست داره بندش یه همچین کاری بکنه به خاطر اینه که بندش تو زندگیش، تو آرامشش، برای رسیدن به هدف خلقتش نیاز به اینجور گفتگو داره.